توی این ویدیو میخوام فرق حساب دمو و واقعی رو بهتون بگم و اینکه چرا ما تو حساب دمو سود میکنیم ولی تو حساب واقعی یا ریل ضرر میکنیم. از نظر قیمتی و از نظر نموداری هیچ فرقی با هم ندارن، همون پلتفرم و همون قیمت ها در اختیار ما قرار داده میشه، ولی تو حساب دمو ما پول واقعی رو درگیری نمی‌کنیم، اما تو حساب ریل با پول واقعی وارد معامله میشیم و سود و ضرر واقعی نصیبمون میشه. حالا چرا اکثر معامله‌گران تو حساب دمو سود میکنن ولی تو حساب ریل ضرر میکنن؟ علت اصلیش، مهمترین علتش اینه که توی حساب دمو احساسات وارد نمیشه، چون ترس از دست دادن پول وجود نداره. به همین خاطر به استراتژی پایبند میمونن و طبق استراتژی رفتار میکنن و اجازه میدن معامله تکلیفش خودش مشخص بشه و همین باعث میشه که برآیند مثبتی داشته باشن. اما در حساب ریل یا واقعی چون پول وارد کار میشه، وارد بازی میشه، باعث میشه که از استراتژی خارج بشن، یا معامله رو زود ببندن، معامله‌ای که تو سوده، یا ریسک رو بیش از حد ادامه بدن و معامله‌ای که تو ضرر بیشتر بره وارد ضرر بشه، برای اینکه میترسن نکنه معامله‌ای با ضرر کم بسته بشه و پولی از دست بره. راهکارش چیه؟ اینه که ما اول توی حساب دمو تمرین کنیم و با سرمایه کم تو حساب ریل وارد بشیم و کم کم ذهنمون رو تقویت کنیم برای حساب‌های بزرگتر. یه مشکل دیگه هم وجود داره، اینه که اکثرا برای پر کردن چالش‌های زندگیشون وارد بازار میشن و پولی رو وارد میکنن که بهش نیاز دارن. اون استرسش رو چند برابر میکنه و باعث میشه ما دچار خطا بشیم و وارد پوزیشن هایی بشیم که شرایط آرمانی رو برای ما ندارن. اینا رو رعایت کنید، مطمئنا این اتفاقات براتون نمیافته. اگه نظری راجع به این قضیه دارید ممنون میشم توی کامنت ها برام بنویسید و لایک و شیر فراموش نشه.